امروز چه حالتایی را میکشیم بسیار سخت است برای ما بیان کردنش. در 20 سال جمهوریت ما قربانی از اینمی سرزمین قربانی شده بودیم، در اینمی سرزمین قبل از او هم قربانی شده بودیم و امروز هم داریم قربانی میدیم. امی یک نفر پیدا نشد که امی دلیل از این را برای ما بگه که ما جنگ را میبریم ولی چرا در سیاست ضعیف هستیم پس بای میدیم، همه چیز از پیش ما میره. یک بزرگوار پیدا نشد که می سوال جواب بده. ولی در فکر خودم چیزی را که من خودم پیش خود میگم، خب دلیل از این است که ما هیچ انگیزی نداریم، تولید انگیزه نیست. مرد جامعه که از لحاظ فیزیکی فقیر باشه، از هر لحاظ محتاج محتاج کمک‌های خارجی باشه، از بخصوص از لحاظ فیزیکی، و اونمون مردم تولید انگیزه نداشته باشه، او جامعه به مرده تبدیل میشه که متاسفانه جامعه افغانستان اونمون حالت را داره. ولی بس و افسوس است که ما در زیر یک سقف هم جای استاد شده را میتونیم. امروز ما که میبینم بزرگترین عواملی است که برادر ما زیر یک سقف آمده نمیتونیم. تاجیک فرقه فرقه شده، کندک کندک شده، همون تو اصطلاح عامیانه. فرقه شمالی یک طرف، فرقه پنشیر یک طرف، فرقه بدخشان یک طرف، هر کسی بر خود جاگزین و سازشی داره. ولی متاسفانه ما که میبینیم پشتون ها، برادران پشتون، با حفظ احترام به همه مردم افغانستان، به همه اقوام افغانستان، وقتی از او طرف خط دیورند دفاع میکنن، ما چطور نمیدانیم در یک جغرافی بسیار کوچک، هم مرز هم خون یکی دیگه، بخصوص حوزه جهاد مقاومت، چطور در زیر یک سقف نبه؟ اینمی سرزمین ما به اینمی بدبختی که رسیده از دست پارچه شدن خود ما مردم است. در 20 سال گذشته متاسفانه هیچ کاری بر اینمی نسل جوان نشد. اینمی 4 دانه نسل جوان هیچ کاری بر از اینا انجام نشد که اینا یک روحیه بگیرن، تولید انگیزه شود. 5000 جوان اگر امروز تحصیل کرده می داشتیم، حالا زیادتر داریم، ولی تحصیلی که من میگم به بورسیه های خارجی خیلی مردم ها رفت. متاسفانه جوانای ما که میای اینجا، جوانای ما حتی در اروپا در فکر از این نیست که ما باید بر سرزمین بیاندیشیم. در فکر از این است که ما چه رقم به اسلام عامیانه هم تو براتون بگوییم یک کاری را بکنیم که ما هم تو یک شوکشار و دیگه معلوم شویم. ولی من میگم از همیشه صدا میکنم برای برادرام، این جنگ طالب جنگ امروزه نیست برادرم، و جنگ طالب با فارسی نیست. این جنگ قدرت های بزرگ دنیاست که نمیخواد حوزه تمدنی فارسی ایجا ترویج شود. خب ما یک جامعه بزرگ هستیم، فارس یک جامعه بزرگ است، حتی در جنوب، در کانادا و در چین و در تاجیکستان و در ایران وقتی جامعه توسعه پیدا کنه، خب باز قدرتی نمیتونه مقابل از اینا ایستاد شود. وقتی فارسی ما میگیم، فارسی به اینمی معناست. ولی متاسفانه من میبینم در کشور ایران بسیار اقوام مختلف زندگی میکنن، کرده است، لوره است، هر نوع است، ولی با یک صدا میگن که ما یک ایرانی هستیم. ولی در افغانستان، در سرزمین حوزه مقاومت که روز اینمی مردم دوش و دوش یکی دیگه مبارزه میکردن، امروز از هم جداستن. شکررنجی ها در بینشان وجود داره و اینمی شکررنجی ها باعث ازی شده که طالب قدر دوام کنه. طالب بجان ما که این قسم شده، اینمی حالت خود ما و شما تشکیل دادیمش. از هر نقطه‌ای که ببینیم 3 بار در ولایت شمالی، بخصوص زمین شمالی، پروان، کاپیسا، پنشیر که طالب لشکر کشی کرده، این سرزمین به حتی بالای انسانش که چی، بالای مواشیش هم رحم نکرده، بالای طبیعتش هم رحم نکرده. اگر در زمان امیر صاحب ولای کلکانی میبینیم، بعد از اینکه امیر صاحب ولای کلکانی به شهادت رسید و اعدام شد، خب ببینیم که چی حالت بر سر مردم شمالی آمد. 3000 شمالی وال، 3000 کسی، 3000 نفری که روشن فکر بودن، چرا به قتل رسید؟ به خاطر سرکوب شوند. ولی اینمی خاک، اینمی سرزمین، اینمی حوزه جهاد مقاومت خاک بسیار مردخیز است. بسیار مردمانی داره که همیالی هم جان فدا می جنگن، ولی متاسفانه وقتی که قدرت میگیریم باز کلگی را فراموش میکنیم. هیچ کسی در فکر از اینمی مردم نمیشه، آینده بر از جور نمیشه، آینده از این مردم در نظر گرفته نمیشه. فقط مگم مردم پشتون که سیاست میکنه دلیلش این است که اونا آینده نگر هستن. 20 سال او انتحاری کرد، تو در چوکی آرام ششته بودی. 20 سال او در کو جنگید،
تو در چوکی آرام ششته بودی. دلیلش چی بود که با کمترین امکانات آمد بالای پیروز شد؟ خب دلیلش اینمی است که یک حالت غیر متمرکز برامون قرار گرفته و هرگز ما نتانستیم که این سرزمین را به بهبودی بکشانیم. متاسفانه من میگم که میدان جوان است فعلا. میدان برای نمی جوانای نسل نوینی که هستن، روشن فکری که هستن، تحصیلاتی کردین، هرگز میدان داده نشد. جامعه افغانستان یک جامعه است که یک موی سفید اگر بی سوادان باشه صحبت بکنه، یک جوان بخیزه یک راه تفکرش خوبتر باشه، یک راه بهتری را انتخاب بکنه، اینمی جوان میگن بیشی که بزرگا صحبت میکنن، ولی متاسفانه نمیگن که اینی حداقل تحصیلات داره و اینمی یک راه چاره برش پیدا کرده میتونه. در 20 سال آقای لطیف پدرام خیلی خوبش تحلیل میکرد، ولی متاسفانه به تحلیلش گوش ندادیم ما مردم و امروز سردوچار به اون حالت شدیم. اکثریت مردم میفهمه که اینمی حالتی که بالای ما آمده از کبر و غروری بود که ما فقط به خود اندیشیدیم، برای مردم بیچاره هیچ نه اندیشیدیم. و امروز دلیلش هم که مردم نمیخیزد به جنگه، دلیلش اینمی هسته. خب مردم یک بار جنگید، قربانی داد، هزارها جوان معلول و معیوب شد، هزارها کشته دادیم. از امی سر کوتل که سرک قیر امی سمت شمال بوی کنی، بوی طالب و بوی روس میته، بوی خون طالب و بوی روس میته. ولی متاسفانه امروز عقیم شده اینمی مردم دونم سرزمین. بسیار به صراحت هم طالب میگه که ما هیچ کدام مشکلی نداریم. بله، در صورت ما به این تفکر میرسیم که یک سیستم ایجاد شود، یک روایت خلق شود. بدون روایت سرسری کار کردن اشتباه هست از نظر من. یک روایت درست ساخته شود و به این ملیگرایی های پوچ و پراگنده ما بیهوده ناق وقت خود ضایع داریم. هیچ ملیگرایی در افغانستان وجود نداره. هر کس به منافع قوم خود، به منافع مردم خود کار کرده، ولی متاسفانه تاجیک ها هیچ کاری بر منافع خود نکردن در 20 سال. اگر میکردن امروز به این حالت ما گرفتار نبودیم، هزارها جوان ما کشته و هزارها جوان ما در زندان به سر نمی برد. وقتی که در کابل هم که میری که پرسانت میکنه که از کجاسی، که از سمت شمال بگویی، بر از او دیگه فرق میکنه که تو از پنجشیر هستی، از پروان هستی، از کاپیسا هستی، از بدخشان هستی، تاجیک باشی مقصد. اون تیار بر جلاد جور شده و میبره تا دونمو سلاخیت میکنه. خلاصه دیگه من امیدوار هستم که از طریق